الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باری دیگر برادران اهل توحید و خواهران و مادران، الله سبحانه و تعالی همگی شما را حفظ کند و الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را در راه حق، در راه توحید، در راه قرآن و سنت با فهم سلف ثابت قدم نگه دارد و از راه گمراهی و لغزش هایی که امروز در زمان ما هست، الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را نگه دارد و الله سبحانه و تعالی به ما قوت دهد و بر ضد این اهل بدعت شب و روز و این مبارزه بردن ما الله سبحانه و تعالی به ما قوت دهد و ان شاء الله باذن الله سبحانه و تعالی ما به موضوع یا به مسئله ششم رسیدیم از کتاب رد قاطع به معروف راسخ و هم مسلکانش به تألیف علامه خراسان شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله. الله سبحانه و تعالی ما همیشه دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی به ما انمین گونه علمای ربانی، طالب علمای ربانی را نصیب کند. وقتا که نصیب کرد، شکر اینها را ما باید بکنیم. شکر علمای ربانی، طالب علمای ربانی چگونه هست؟ شکر اونها همین گونه هست که همون منهج صحیحی که به قرآن و سنت به فهم سلف که اینها مردم را دعوت میکنند، ما باید همیشه نصرتش دهیم، همیشه دستگیری کنیم. برای چی؟ شخصیتش رو، البته منهجی که آوردگی هست، منهج رو بسیاری ها بدبین ها و کینه‌زده و علمزده هایی که در مردم برآمده نمیتوانند، در خصوصی بعضی از گپ هایی که کنید اگر یک کودکی یاش، کودک 5 ساله و 6 ساله اگر باشد، نفرتش می آید از مقام صحبت کردن این جهلای احمق. اگر اصل او را تگش اگر نظر کنی، در کیم گوجا پدخانی کرده گشتگی هستند، در کیم گوجا غلامی کرده و خدمت همین گونه طالب علم را کرده گشتگی است. چای تیار کرده و تشلیک تیار کرده، لیکن بیخبر از منهج هستند، بوی از منهج نبردن. به ضمن این میخواهند پیش دعوت این گونه طالب علم ها را چکار کنند؟ بگیرند. ولی البته که این دعوت رسولان بود، دعوت صحابگان سلف، تا به امروز دعوت اهل سنت و الجماعه که به منهج پیامبران، پیامبرها به چی دعوت میکردند؟ همه پیامبر یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای قوم من، الله یگانه را عبادت کنید، بغیر از الله سبحانه و تعالی به شما اله را من نمیدونم. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تحقیق ما به تمام امت ها پیامبران را، رسولان را فرستادیم. به چی خاطر؟ به چی خاطر؟ به این خاطر که مردم را به یکتاپرستی دعوت بکنند و از طاغوت پرستی آنها را اجتناب دور بکنانند. انمین بود منهج پیامبران
و این منهج تمام پیامبران بود و منهج تمام صحابگان سلف و صالح ما اهل سنت و الجماعه. اکنون میگذریم به سر موضوع که امروز اهل باطل و جهمی ها امروز آمدند و بر ضد انمین دعوت رسولان، دعوت تمام سلف و صالح از صحابه سر کرده تا به تابعین و تبع تابعین خلاف کرده، یک نام نوی را ایجاد کردن از پیش خود که این چی بود؟ این مسلمانی لغوی یا مسلمانی مجازی. البته ما در این باره درباره مسلمانی مجازی امروز صحبت میکنیم. موضوع ششم ما همین است که باطل بودن اعتقاد جهمی ها در مسلمان خواندن کافر اینقدر واضح است که خود آنها نیز حس کردند و دانستند که به کفر و ضلالت واقع شده‌اند، ولی به جای این که توبه نمایند و به ایمان بازگردند، آنها شروع نمودند به بازی کردن به دین الله سبحانه و تعالی و برای دفاع از هوا و نفس خودشون به منهج کلامی رو آوردند. البته که انسان موحد چه خیل است. انسان موحد چگونه که در حدیث می آید یک گناه را کرد به مثل آن که به بالای او حاضر کوه چپه شده ایستاده است. اما منافق زمان یک گناه، این درباره فقط گناه است، حالا کفر و شرک یک طرف، گناه است که منافق زمان یک گناه را میکند به مثل آن که یک پشه در بالای بینیش شیشته است. برای اینها کفر و شرک به مثل یک پشه هم نیست، به مثل یک خسی که وزن او یعنی چقدر وزن کمی دارد که حساب کردنش مشکل است، به همین قدر هم کفر و شرک در نزد اینها اینقدر یعنی بد نیست. عادی هم خیلی گفته رفتن میگیرن. تکبری اینها را کور کرد، جهالت اینها را چیکار کرد؟ کور کرد. معروف جاهل در یکی از سخنانش اشاره کرده میگوید اسلام و مسلمان را ما در حق کافر میگوییم این استعمال مجازی است. این استعمال مجازی است. و عجبا به این ضلالت انسانی که دعوای منهج سلف را میکند در حالی که منهج او ممنوع کننده از مخالفت صریح با اجماع سلف می باشد. برای فهم دقیق سخن معروف راسخ باید اول مجاز را تعریف کنیم تا مقصد این جهمی ها آشکار شود. مجاز به چی معنا از خودش؟ اولا بیاید به کلمه مجاز داخل شویم که مجاز چی است خودش. مجاز دارای انواع اقسام است و علمای اصول که قائل به مجاز در قرآن هستند فرمودند مجاز المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصولي على وجه يصح. یعنی مجاز عبارت از لفظ مستعمل است که در غیر موضع اصلیش به وجهی که صحیح باشد. یعنی مجاز در علم بلاغت المجاز فی اللغه هو تجاوز و تعدی. یعنی مجاز در لغت چی؟ تجاوز، از حد گذشتن است. ولی
ما هر یک چیز لغتاً و اصطلاحاً که میشناسیم و فی الاصطلاح اللغوی هو صرف اللفظ عن یعنی صرف لفظ کردن از معنای ظاهری عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بقرینه. یعنی مجاز در اصطلاح لغوی عبارت است از تغییر یک کلمه از معنای ظاهری آن به معنایی که احتمالاً به چی؟ به شواهد اساس یافته است می باشد. یعنی یک سخن کلا تغییر دادن، تماما دیگر معنا دادن. چلی که مثلا امروز اگر نظر کنیم همین اشعری و ماتریدی به چی خاطر گمراه شدند؟ مگر اینها از قرآن و سنت دلیل نگرفتند؟ مگر اینها از نعوذ بالله از تورات و انجیل یعنی حجت گرفتند؟ البته نه، از قرآن حجت گرفتند. آوردن آیت 4 سوره حدید رو، آیت 7 سوره مجادله رو آوردن، گفتن الله سبحانه و تعالی این دلالت به این میکند که الله لامکان است. اعوذ بالله. استوا رو انکار کردن که در همین آیت ها چخیلی که احمد ابن حنبل میفرمند که این به علم الله سبحانه و تعالی و ضحاک و دیگر مفسرین از سلف که این آیت دلالت به این میکند که الله خود آیت در لفظ آیت خودش علم آمده است، خبیر علیم آمده است، یعنی الله دانا هست به علمش. اما ماتریدی اشعری این آیت گرفتند و گفتند الله لامکان است، یعنی اینها هم از آیت دلیل گرفتند و آمدند و استوا رو در انمیج استوا رو به مجازی گرفتند و گفتند این چی است؟ این استعلا هست. استعلا یعنی غلبه کرد. دلیل این هم از یک شاعری مشرک دیگر. به مثل همین این معروف راسخ و هم مسلکانش هم آمدند و گرفتند کلمه چی رو؟ کافر رو گرفتند مسلمانی لغوی کردند، در حالی که حاضر ما مسلمانی لغوی را شما از خود محمد امین شنقیطی شنوید، بعدا میگوید که این خبثا چقدر در حق محمد امین شنقیطی رحمه الله چقدر تهمت بسته هستند. خب شیخ در اینجا میگویند که حالا شما شاید درک نمودید که جهمی های زمانه چی گفته است. الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره مبارکه نساء آیت 136 و سوره مبارکه بقره آیت 208 و حجرات آیت 14 یعنی که اسلام گفته، ولی مراد از این کلمه کفر است، و مسلمان گفته که مراد از این کلمه کافر است. استعمال اسلام و مسلمان این استعمال مجازی است نه حقیقی. یعنی از این آیت ها ابوالغریب آمد آیت 14 را خوند، گفت که این درباره آیت 14 ما البته در گذشته صحبت کردیم و بازم انشاءالله می آید در آینده. و همچنین این دو آیتی که در سوره نساء و بقره اینها از این گرفتن گفتن این برای کفار است، برای کافر است. آیت 14 رو آوردن این رو هم گفتن برای کفار است و دیدند که نشد. آخران یعنی وریانتی که اینها در موندن مجازی گفتند. بعد مجازی لغوی بالاخره به یک ضلالت مبین، به یک ضلالت اشکار رفتند. و این سخن را کی گفته است که همه کفار به طور مطلق یهود و نصارا و غیر مسلمان مجازی خطاب شده اند؟ این سوال است. سوال به این جهمی ها است. سوال به تمام این جهمی ها است. و بعدا البته ما در آخر خطاب میکنیم
و طلب میکنیم از اینها که در حاضر من گفتنی هستم که باز فراموش نشود که از این جهمی ها ما طلب میکنیم که شما به انمون مجازی و لغوی، مسلمانی لغوی و مسلمانی مجازی گفتنتون از شما طلب ما هست که شما دلیل ها رو در یک رساله جای کنید و انمون رساله خدا نشید و به ما اگر توبه نکردید و به همین عقیده باطل خود شما ثابت قدم هستید، پس براید رساله نویسید در این بابت. برای مسلمان لغوی گفتنتون یک رساله نویسید، کتاب بنویسید، رساله بنویسید. طلب ما هست تا اینکه گمراهی، ضلالت شما باز هم آشکارتر شود. زیرا اینها، من یقین دارم که اینها به این چیز رساله نوشته نمیتوانند و نمی نویسند. میدونید اهل توحید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها ضلالت خود میدونند، گمراهی خود میدونند، لیکن قومگرایی اینها، کبر و تکبری اینها رو به توبه کردن نمیمونند، راه نمیگذارند. اما اگر نه، ما میتوانیم گن مرحمت نویشند. تا حال غربای مشرکچه گفت کتاب نوشتم رو حالی به فارسی میگردونیم، گفت تا حال به فارسی نگردونید است. به فارسی گرداند میدونید چی میشود؟ آدمایی که فارسی فهم هستند، فارسی رو میفهمند، با آنها ترجمه کردن این معنوش همین میشود که بینید که من قول خودم کندم، بینید که من کفر خودم آشکار کردم. معنای یعنی به فارسی گرداندنش اون کتاب و اون رساله کفری که نوشته است ابو ابراهیم به نام غربا، در اینجا کفر و شرک خدا به فارسی یعنی به کریلیکی آشکار کرد، انکو به فارسی آشکار میکند. به همین خاطر تا به امروز انا ترجمه نکرده ایستاده است. به خاطر چی ترجمه نمیکنن اینها؟ مگر عقیده اهل سنت و الجماعه همین گونه پنهانی است؟ همین گونه انسان ها مگر بر بالای امت پیشوا شده و امت به سوی حق برده میتوانند؟ مگر اینها امت از غلامی و از این به عزت و از کفر و شرک نجات داده میتوانند؟ البته نمیتوانند. و خاطر که اینها خود در کفر و شرک و در ضلالت غوطیدگی هستند، چگونه دیگر امت رو برآورده میتوانستند از این کفر و شرک و ضلالت؟ البته نمیتوانند. و اون کسانی که امت رو به سوی حق راهنمایی میکند، این انمین طالب علم اهل سنت و جماعه هست و این متکبری نیست و این دعوت به سوی شخصیت پرستی و به سوی شخصیت نیست، این دعوت به سوی حق است و این دعوت رو رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمام پیغمبران و تمام صحابگان و تابعین و تبع تابعین تا به امروز کردند. انمین نصرت دین است. زمانی که در اطراف طالب علمای اهل سنت و جماعه شما جمع شدید و نصرت دادید، انمین زمان الله نصرت خود می آورد. وگرنه در انمین غلامی و ضلالت و کفر و شرک انسان ها زندگی کرده گشتن میگیرند. هر کس خیلی من خودم خوب هستم به دیگر کس چیکار دارم گفته گشتن میگیرند. بیاید به دوام کتاب میرویم. هیچ یکی از علما این سخن رو نگفته است، ولی معروف راسخ به خاطر دفاع منهج عازری و یعنی منهج عازری و باطل خود با دین الله بازی میکند و جوانان مسلمانان را به سوی گمراهی
به سوی گمراهی میبرد. آیا مجاز در لغت و قرآن کلام الله استفاده شده است؟ سوال است. علما در جایز بودن استعمال مجاز در لغت عربی و در قرآن کلام الله سبحانه و تعالی به سه قول اختلاف کرده اند. یکم قول، آنهایی که قائل به استعمال مجاز در قرآن و هم در لغت عربی هستند، ولی همین علمای یعنی علمای مجاز نیز سخن جهمی های زمان ما را که مسلمان شمردن کفار است قبول ندارند و آن نوع مجاز را باطل می شمارند. فهمیده؟ آنهایی که قائل به جایز بودن استعمال مجاز تنها در لغت هستند و استعمال مجاز را در قرآن انکار می نمایند. دویمش یعنی چی بود؟ دویمش آنهایی که قائل به جایز بودن استعمال مجاز تنها در لغت هستند، تنها در لغت، و استعمال مجاز را در قرآن انکار می نمایند. تنها در لغت آنها یعنی قائل هستند و اما در قرآن انکار میکنند. یعنی در قرآن، زیرا قرآن آشکار و واضح هست. سومین و آنهایی که استعمال مجاز را هم در قرآن و هم در لغت عربی انکار می نمایند. مشهورترین علمایی که استعمال مجاز را در قرآن انکار نمودند. بیایید اکنون سومین قولی که در اینجا سه قول است، انمون سه قول نظر کنید. سومین قولی که هست، اینها هم در قرآن هم در لغت انکار می نمایند. و اینها کیها هستند؟ بیایید اکنون میگردیم به قول این جهمی ها رو کندن که اینها در یک پای محمد امین شنقیطی رو سخت، به نهایت سخت قپیده و فقط اضواء البیان میگویند. بینید که محمد امین شنقیطی مشهورترین علمایی که استعمال مجاز در قرآن و در قرآن رو انکار میکند. شیخ محمد امین شنقیطی رحمه الله میفرماید و بدانید که از منع کنندگان مجاز در قرآن ابن خویز مانند از مالکی ها، ابن خویز است از مالکی ها، ابوالحسن خرازی البغدادی حنبلی، ابا عبدالله ابن حماد، ابوالفضل تمیمی، داود ابن علی، پسرش ابوبکر و منذر ابن سعید البلوطی بودند که در آن مورد اثری نوشتند و ما ادله منع مجاز را در قرآن در رسائلمون، یعنی در رساله‌مون بیان نمودیم که به نام منع جواز المجاز فی منزل للتعبد والاعجاز است. و باز شیخ رحمه الله میفرماید که گفتن این که در قرآن مجاز است لازم می شود که در قرآن چیزی است که انکار کردنش جایز است. اعوذ بالله. یعنی هر کسی که قائل به مجاز باشد، سخن وی به همین معزه را که در قرآن یگان سخنهای نیست که قبول کرده نشود. تمام سخنهای قرآن مقصد چی است؟ به اون ایمان باید آورده شود. اما مجاز چیکار میکند؟ مجاز سخن را تغییر میدهد و هر کسی که قائل به مجاز است پس لازم است که برای اون، یعنی واجب می شود، لازم می شود، فرض می شود که اون چیکار بکند؟
اون از قرآن بعضی آیات‌ها رو انکار کند، شاید همش رو هم گرفته به مجاز. نه، اینجا معنا این است. استوا معناش استعلا است. الله به علمش نه، به علمش نیست، به ذاتش در همه مکان است. انمین گونه آیسته آیسته آیات‌ها رو معناش، همه آیات‌ها رو معناش انکار کرده رفتن میگیرن. به انمین جا میبرد یعنی انسان رو. و این قطعا باطل است، و این قطعا باطل است. و با همین باطل معطله ها، تعطیل یعنی تعطیل به معنای نفی، بیکار کردن. معطله ها تمام مثلا چیکار کردن؟ آمدند و اسما و صفات الله سبحانه و تعالی رو انکار کردند. و اما مجسمه ها خواستند که اثبات کنند، گرفتند تشبیه کردند. تشبیه گفتند دست الله به چی؟ دست الله به مثل دست انسان است. کافر شدند. اگر الله سبحانه و تعالی دست داشته باشد، پس او کتف باید داشته باشد. کافر شدند. به همین خاطر اونها از پیش خود انمین گونه به الله سبحانه و تعالی چی دادند؟ و مثل امروزینه مثلا یکی از ملاهای حکومتی درباری، که وای ملا هم نیست، وای بیچاره یک ریکتی جاهل اژدها است، که اومد امروز گفت الله دستش خط یعنی خیل میکند، گفت تشبیه کرد. هم مشبهه شد، هم مجسمه، هم جسمی که یعنی جسم الله سبحانه و به الله سبحانه و تعالی جسمی خود به الله تشبیه کرد. به همین خاطر انسانی که به الله سبحانه و تعالی دست دارد حقیقی هست، لیکن کیفیت او را کسی نمیداند. کیفیت چه پرسیدن بدعت است. ما وظیفه ما ایمان آوردن است. اما معطله ها این چیکار کردن؟ گفتن این نعمت است، قدرت است، انکارش کردن. خب معطله ها به چی؟ به نفی صفات کمال و جلال ثابت شده بر الله سبحانه و تعالی در قرآن و سنت یعنی واقع شدن، و اونها به همین تعطیل خود نفی کردن الله سبحانه و تعالی رو. انمین گونه چه خیلی که ما حاضر بیان کردیم، به مثل دست مثلا نعمت میگوید، قدرت میگوید، هر یک چیز انمی خیل تغییر دادن میگیرن، تعویل میکنن، تعطیل میکنن، بیکارش میکنن، با دعوای این که آن مجاز است، مثل گفته های آنها در استوا رو که گفتن این استولا است. استولا خودش مثلا غلبه کردن. الله سبحانه و تعالی به مخلوق های خود، الله خودش خلق کرده است. با او الله سبحانه و تعالی صمد است. قل هو الله احد الله الصمد. الله صمد است، بی‌نیاز است، محتاج نیست. الله سبحانه و تعالی به مخلوقاتش محتاج نیست. و این مخلوقات الله خالق کل شی، الله خلق کننده تمام چیز است. خودش خالق است. مگر خالق محتاج مخلوقاش است؟ البته نه. اینها آمدند و گفتند الله غلبه کرد، یعنی همون بالای عرش رو و دیگر. اعوذ بالله. از یک جانب آمدند و الله سبحانه و تعالی رو کلا در بالای عرش بودنش رو انکار کردند، از یک جانب این رو تعویل کردند. تعویلی که تعویل مثلا در تفسیرها، اگر ما در تفسیر ابن جریر الطبری بینیم، تعویل به دو معنا. تعویلی که تفسیر است، تعویلی که این تعویلی که اینها کردن این تعطیل است، یعنی بیکار کردن، از بین بردن و نفی کردن است. تعویلی که اینها کردن این چی است؟ تعطیل، نفی، بیکار کردن. به همین قیاس صفت دیگر الهی را نیز با توجیه مجازی بودن آنها
نفی میکنند. خیلی که ما بعضی اونها را به شما ذکر کردیم. و مشهورترین علما که استعمال مجاز را هم در قرآن و هم در لغت عربی انکار نموده اند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می باشد. و علما و علامه و شیخ الاسلام ابن القیم جوزی رحمه الله و محمد امین شنقیطی رحمه الله و غیره می باشند. محمد امین شنقیطی رحمه الله می فرماید که تحقیق این است که در زبان عربی مجازی وجود ندارد. در زبان عربی مجازی وجود ندارد، بلکه این یک اسلوب‌های عربی است که به همش عرب‌ها گفتگو کرده است و اگر بخواهیم مدرک برای آن قائل شویم، به کسانی که میگویند ابتدای معنا بر معنای واقعی است و سپس در مورد معنای مجازی بدون شک نمیتواند آن را ثابت کند. یعنی معنای این گپی محمد امین شنقیطی همین است که در اول یعنی یک چیز رو میگویی، باز آمده در آخر این کارش میکنی. یعنی این ناممکن است. الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است میگویی، باز آمده از اونجا میفراریش، از اونجا یعنی با عقیده اینها در همه جا میگویی الله رو، بعد آمده در همه جا به چیز وقتی سوالش میکنی، آخر عاقبت یک فانتازیا و یک گمانی که در ذهنش است همون است اون. یعنی در همه جا الله به ذاتش به علمش میگه تو همین خیلی در ذهنت همین خیلی دونی تمام میگه. اعوذ بالله. البته الله در همه جا است به علمش، به ذاتش در بالای عرش است، به ذاتش در بالای عرش است و این اجماع سلف است از صحابه و تابعین و تبع تابعین. ما بارها این چیزا برای شما بیان کرده هستیم. نکته اکنون این است که قائل بودن به مجاز این تنها بهانه است، این تنها بهانه است که اهل بدعت به وسیله آن به معنای وحی چیکار کردند؟ بازی کردند و بازی میکنند، به معنای وحی بازی میکنند به همین مجاز. زیرا با استفاده از مجاز بسیاری از معانی وحی را باطل میکنند. ما چندین تینها را با شما خیلی حاضر ذکر کردیم. بنابراین حفظ عقیده مسلمانان در انکار مجاز بوده، حفظ عقیده مسلمانان ضرور است. البته که یک انسان بیاید و کفر را دون کفر میگوید، یک انسان می آید و یک انسان کافر رو میگد این کافر نیست، این گناه کبیره است، و مثل سراب عادلیان جهمی می آید استهزایی که کفر صریح است میگد که گناه کبیره است. اینها همش عاقبتش آیسته آیسته قرآن رو بعد از اگر این طالب علم اهل سنت و جماعه به این جهمی ها، به این کسانی که مردم رو به گمراهی و ضلالت دعوت میکنن، به اینها ردیه نزنن، به اینها ردیه ها رساله و کتاب ها ننویسن، بعد از 100 سال میبینیم که الکی به مثل یهود و نصارا تماما قرآن میخیل تحریف شده است. و یعنی قرآن البته یگان کس تحریف کردن نمیتواند. انمین کسانی که اهل بدعت هستند قرآن رو گرفته مجازی و دیگر گفته یعنی تغییر داده مردم رو گمراه میکنند. و این امروز نیست، این از زمانی مثلا سلف شده ایستاده است. خیلی که جهمی ها آمدن معنای ایمان گرفتن، گفتن معنای ایمان معرفه هست، فقط معرفه در قلب. به مثل اونها ماتریدی، اشعری، معتزلی، رافضه، اینها همش از قرآن دلیل میارن، از تورات و انجیل دلیل نمیارن. اینها به همین خاطر اگر به اینها
فهمی درست را بیان کرده به اینها رد زده نشود، البته مردم گمراه می شود و حفظ عقیده های مسلمان ها برای طالب علم ها فرض است. واجب است که حفظ بکنن عقیده های مسلمان ها را که به گمراهی و به ضلالت نرود. بی‌پرواگی کردن البته که آیسته آیسته سبب گمراهی مردم می شود. گرچنده که باید هر یک انسان برای خودش کوشش هم باید کند، اما هر یک کس باید وظیفه خودش اجرا کند. هر یک کس باید وظیفه خودش رو باید اجرا کند. بنابراین حفظ عقیده مسلمانان در انکار مجاز بوده و قطع نمودن بهانه های بدعت کفار است. قطع نمودن یعنی که کنده کردن و بیکار کردن چی است؟ این بهانه هایی که اهل بدعتی که به کفر و شرک واقع شدند انکار کردن اینها است. شیخ الاسلام ابن القیم جوزی رحمه الله می فرماند که فی کسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجازي. هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جنة يترسون بها من سهام الراشقين ويصدرون عن حقائق الوحي المبين. یعنی میگن که ابن القیم جوزی که شکست طاغوت سوم آنچه را جهمی برای تعطیل حقایق اسما و صفات الهی یعنی وضع کرد، یعنی گذاشت، طاغوت است و این طاغوت مجازی است. اعوذ بالله. طاغوت مجازی یعنی مجاز معنای قرآن رو به کدام طرف برد شما باید انمون رو قبول کرده رفتن گیرید. این موزین طاغوتایی که قانونهای گوناگون میبرارن انسانها از پس اونها قبول کرده رفته ایستاده است. قانونهای کفری شرکی به مثل دموکراسی و به مثل دیگر حزب و حرکت هایی که از پیش خود قانونهای گوناگون جور میکنند. این هم یک طاغوتی هست که یعنی تمام قرآن معناش تغییر میدهد. از پس این مردم رفته ایستادند، طاغوت پرست شده ایستادند، یعنی طاغوت مجازی. الله پناه دهد از این خیلی گمراهی. طاغوت مجازی است. متأخرین به این طاغوت روی آورده و معطله ها هم طاغوت پرست هستند. مجاز رو چیکار کردن؟ طاغوت کردن به خود، با آن پناه بردند و آن را سپر خود در برابر تیرهای مهاجمانی که قرار داده و از حقایق وحی مبین مردم را دور می‌دارند. الله اکبر. این علمایی که عمر خود در دین الله سبحانه و تعالی صرف کرده و به ما همیشه حقایق رو بیان کردن، ببینید چقدر زیبا بیان میکنن که بینی که با واسطه مجاز چقدر انسانها رو گمراه کرده است. اگر این سخنهای علما را مردم نفهمند و نخوانند و نبینند در حیات و مجازا نفهمند، چگونه میدانند که این معروف راسخ به این سخن بازی و به این دین الله بازی کردنش مردم رو چقدر گمراه کرده است؟ از کجا فهمند؟ و این انمون طالب علمای اهل سنت و الجماعه هست که این حقایق رو برای مردم بیان میکند تا اینکه مردم از حق
از حق آگاه شوند. نه فقط یک تفسیر رو هم خیلی و مثل یک ترجمان شرقشناس خونده بروی و صحیح و ضعیفش در اونجا جدا کرده نتوانی. زمانی که گمراه شدی از گمراهی دست نکشیده مجازی و لغوی گفته رفتن بگیری. البته گمراهی امت در امین است ای اهل توحید. گمراهی امت البته که در امین است. زمانی که انسان ها بی‌پرواگی در دین خود کردند، زمانی که انسان ها از تعلیم دین دور شدند، زمانی که انسان ها از دین خود بی‌پروا شدند، انمین گونه گمراهی، انمین گونه منصب طلب و انمین گونه قوم پرست و متکبرین که بر بالای امت راهبر و سردار شدند، انمون زمان بعداً گمراهی را میبینید. الله المستعان. اینها گپ میزنند، گپ اینها باید گپ باشد. مثلا یک برادر میرود در کانال های اینها، یک برادر رود در کانال های اینها، اگر سوال کند سوالش کمی سوالی درست میکند، به مثل آن نه که در اینجا اومده بسیار اینها سوال های مقصد نوجو میکنند. سوالی میگد منهجی یک مسئله را بیان کن. بینید شیخ ما الله سبحانه و تعالی حفظش کند تمام مسئله رو، البته بعضی مسائل هایی که تعلق به مصلحه و مفسده دارد بیان میکنند، لیکن یگام مراتبه ما ندیدیم که اینها یک مسئله رو منهجاً بیان بکنند و فهمانده دهند که انینش صحیح است و انینش ضعیف است. ما این چونینش نفهمیدیم، فقط شر خونده یعنی ترجمه کرده رفتن میگیرن. بالاخره و باز هم ابن القیم جوزی رحمه الله میفرمایند که و باز میفرمایند ان تقسیم الالفاظ الى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا، فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية. الله أكبر، الله أكبر. ومن سلك طریقهم من المتکلمین. و این سخنهایی که ما گفتیم در کتاب مختصر الصواعق المرسله على الجهمیه والمعطله صفحه 285 تا 287 است در کتاب ابن القیم جوزی. یعنی تقسیم نمودنی لفظها به حقیقت و مجاز یک تقسیم شرعی، عقلی و لغوی نیست، کاملا یک اصطلاح محض است، یک اصطلاح محض بیکار که پس از 3 قرن مفضله، قرون المفضله یعنی صحابه، تابعین، تبع تابعین، بعدی یعنی از 3 عصر سلف این پیدا شده است. اصطلاح به وجود آمده است و منشأ آن از سوی معتزله، جهمی و متکلمین که راه آنها را تا به امروز مردم چی میکند؟ پیروی میکند از عقب آنها. دیده استودید؟ یعنی منشأ انمین مجازی که امروز این معروف راسخ میگوید، منشأ مجازی معتزله هست، جهمی و متکلمین هست. نظر کنید، بیایید گرچنده که حقیقت
به همه آشکار است. ما باری دیگر تکرار میکنیم. در اینجا یکی از معتزلی هایی که مشهور در این زمان ما هستند، اینها حزب التحریر هستند. میدونید همینه؟ معتزله های زمان ما مشهورترین اینها حزب التحریر است، زیرا که این خودش یک حزب التحریر بود. از جانب دیگر متکلمین که این پیش خودش یک صوفی، یک صوفی قبوری جهمی بود، زیرا انمون عقیده های پیشینش حال و هم هست. البته شاید آشکارا اگر ما گوییم که این یک جهمی است، یک صوفی است، یک قبوری است، یک حزبی هست، گوییم بعض انسان ها در حیرت موندنش ممکن. انا مرحمت دلیل بینید، مجاز بینید که منشأش از کجا پیدا شده است. الله اکبر. بیاید شیخ الاسلام ابن القیم جوزی رحمه الله در این کتابی که مختصر الصواعق المرسله علی الجهمی و المعطله زیاده از 50 وجه را رد میزند که مجاز باطل است. الله اکبر. ما حالا یک چند تا اینها را خوندیم و باز هم در وجه دهم گفته است، در وجه دهم زیاده از 50 وجه. در وجه دهم میگوید که الوجه العاشر ان هذا تقسیم فاسد لا ينضبط بضابط صحيح، ولهذا عامة ما يسميه بعضكم مجاز يسميه غيره حقيقة. این هم در کتاب انمون مختصر صواعق المرسله على الجهمیه و المعطله صفحه 290 در 291 اومده است. در 291 با در اینجا دیگر سخنشون هم هست. در اینجا میگویند که یعنی این یک تقسیمی، الوجه العاشر ان هذا، وجه دهم همین است که این یک تقسیم بندی فاسد است که حقیقت و مجاز که با یک دایره صحیح تنظیم نمی شود، یعنی در یک دایره صحیح تنظیم نمی شود. خب و به همین دلیل به طور کلی آنچه بعضی از شما با آن مجاز میگویید، دیگران آن را حقیقت نام میگذارند. الله المستعان. امروز ما همین چیز دیده ایستادیم. مجازی که در زمان پیش مجاز میگفتن، امروز انم مجاز اینها آمدند و کفار، یعنی یک انسانی که طاغوت پرست هست مسلمانی لغوی گفتن. الله المستعان. و این استعمال شرعی، استعمال قرآن است گفتن، و این اصطلاح است، اصطلاح شرعی. دیده ایستادید که یک چیزی باطل امروز آورده حقیقت نشان داده ایستادن. و این مجاز خیلی که گفتیم در همون 3 قرون اول در زمان سلف صالح وجود نداشت و علمای سلف قائل به مجاز نبودند، چنان که ابن القیم میگوید. و در میان علمای لغت هیچ یکی از آنان یعنی اعلام نکردند که عرب زبانهای خود را به حقیقی و مجاز تقسیم کرده است. الله اکبر. یعنی عرب زبانهای خود را به حقیقی و مجازی گفتن تقسیم کردگی نیست و هیچ یکی از عرب هرگز نگفتند که این کلمه حقیقت است و اینش چی است؟ مجاز است. هیچگاه نگفتند. و در کلام کسانی که زبانشون به صورت یک گویم شفاهی میگوید، یعنی یک تونوک،
ё ба воситаи аз онҳо интиқол ёфтааст, ёфт нашудааст, ки ва ба ҳамин далил ҳақиқат ва маҷоз дар каломи Халил ва дар каломи Халили ки Сибвай ҳаст, яъне ва Сибвай ал-Фарроӣ ва Абу Амр ибни Ала вал Асмаӣ ва монанди онҳо, яъне ёфт намешавад. Инҳо уламои чӣ буданд? Сибвай ҳамун уламои яъне забони араб, ки дар ин кутубҳои инҳо ин гуна нест ҳақиқиву маҷозӣ. Ки Сибвай ин албатта ки уламои пешина аст, ҳозир ман солаш ба хотирам нест. ба ҳамин хотир мисли ин ки дар сухани ҳеҷ яке аз саҳоба ва тобеин ва табаъ тобеин ва дар каломи ҳеҷ яке аз аъиммаи арбаа тақсими алфози, яъне ба ҳамин хели лафзҳои ба ҳақиқӣ ва маҷозӣ ёфт нашудааст. Ва ин имом Шофиӣ раҳимаҳуллоҳ ки асаре ва баҳсҳои фаровони ӯ бо Муҳаммад ибнулҳасан ва дигарон, ки дар он аслан баҳси маҷоз ба миён наёмадааст. Ва ин рисолаи ӯст, ки монанди усули фиқҳ аст, ки дар он маҷоз нест. Маҷозро ҳеҷ ҷо яъне талаффуз накарда ва калимоти аъимма ба ҳуруфи собит шудааст ва тақсими луғат ба ҳақиқат ва маҷоз аз ҳеҷ кадом маҳфуз нашудааст. Яъне ки дар салаф дар салаф калимаи маҷоз, ин мавзӯъ барои шумо маълум шуд, ки калимаи маҷоз набуд. Маҷозу ҳақиқиву маҷозӣ ин гуна гап набуд. Яъне оқибати амр ва оқибати каломи уламо ба ҳамин мерасад, ки маҷоз чӣ аст? Маҷоз дар каломи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала истифода бурда намешавад, ба мисли ин ҷаҳмиҳое, ки имрӯз омада чӣ карданд? Омада истифода бурданд ва маънои Қуръонро тағйир доданд, аз ҳақиқаташ ба маҷоз бурданд. ва анамин буд мавзӯи шашум, ки яъне далил гирифтани инҳо аз маҷоз ботил буданаша умедвор ҳастем, ки иншааллоҳ ки шумо фаҳмидед, ки яъне маҷоз дар назди уламои салаф ва то ба имрӯз ин чиз, гарчанде агар касоне ки ин маҷозро ба худ истифода мекунанд ва аз маҷоз оятҳоро тағйир медиҳанд, албатта инҳо ба ҷуз аҳли залолат, ба ҷуз ин гумроҳҳо ва ин ҷаҳмиҳо касе нест. Ва шумо фаҳмидед, ки дар ин ҷо ки маншае ки ин калимаи маҷозро пайдо карда аз ҷаҳмиву муътазилию каломиҳо ҳаст. аз ягон уламои аҳли суннати валҷамоа нест. баракаллоҳу фик. субҳанака аллоҳумма ва биҳамдик. ашҳаду ан ла илаҳа илла анта астағфирука ва атубу илайк.